یک گروه رانندگانی که با ماشین‌های بارکش توسط شورای دوشنبه خوجند چنوق با فوره‌های بزرگ بار میکشانند میگویند با گذشت یک سال پول قسما تخریب شده در کیلومتر 267 شوراه در موضع دهمای را تا حال ترمیم نکردند. یک سال پیش طرف راست پول دهمای از جانب دوشنبه فرو رفته بود. از همان وقت این جانب این پول تا امروز برقرار کرده نشده است. وعده داده بودند که زود برقرار میکنند ولی ایهات میگویند رانندگان. در عکس‌های فرستاده رانندگان دیده می شود که حرکت توسط تنها یک طرف پول دیمای صورت میگیرد. طرف دیگر این پول که فرو رفته بود کندند ولی دیگر درست نکردند. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی است که ولایت سوق در شمال تاجیکستان را با قسمت‌های باقی مانده این جمهوری از جمله با پایتختش شهر دوشنبه میپیوندد. تا ساخته شدن نقب استقلال در این شورا یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان از طریق عقبه انزا بود که در زمستان بسته میشد. شورای دوشنبه خوجند چنوق از پایتخت تاجیکستان توسط کوههای زرافشان و شهر خوجند تا مرز ازبکستان ساخته شده است. شورای دوشنبه خوجند چنوق در دهه اول عصر 21 با نزدیک 300 میلیون دلار قرض قطع نفتسازی شده از سال 2009 مسئولیت نگاهبین و پولچینیش به شرکت ایرس واگذار کرده شد. در حال حاضر این یگانه راه پولکی در تاجیکستان است. ایرس از ماه ینور سال 2022 نرخ عبور این راه را دست کم 50% بالا برد.